کوچه زری مجنون بدم بر دیده یار دیده امیدم تا صبح نشینم از جگر آه کشم خدا همه دیخونی میکند هم برکت در دیخونی هم کار میکند نیتمون تا وقت کار سرشون بود کردن با سر کار بود اینا نه تنها زبان تاجیکی را حتی لهجهشان را گم نکردن رومالی سرت جوره گلی جیگونی دوربنده کبین در تپه پیشونی رومالی سرت جوره گلی جیگونی ای دوربنده کبین در تپه پیشونی روز بخیر دوستان عزیز سلام علیکم از پس چندین کارها مسئله فیلم چند روز در شهر تاشکент بودیم و از برگشتن در شبکه‌های اینترنتی بسیار دور میزد که یکی از دیهات‌ها در ازبکستان مکتب تاجیکی پوشیدن دست جمعانه بسیار عجیب بود و تماس گرفتن گفتن یک بار بیاید دیهه ما راه گذر که بودیم روسا میگن پاپوتی از این سبب آنها ما رو در قدی رو انتظارند ما آهسته آهسته رفته ایستادیم تا که آنها رو پیدا کنیم این ها به فکرم 850 ماشین گفتن علیکم سلام تینجه بچه ها همراه شما هستن؟ اینا همش اکای ما اینا سلام علیکم علیکم سلام نغزه تینجه سازه تینجه سلام علیکم نغزه تینجه سلام علیکم رحمت خدا رو شد چند قدر رو هست زیر از این یک بار اومدگی بودیم خیلی نوشت 3-4 کیلومتر رفتیم نوشت شما پیشه ما از پس شما رفتیم خطا نکنم 70-80 سال میشه حاضر پورا میکنیم و عجیبش در اون است که اگر گپ سری تاجیکی رود اینا نه تنها زبان تاجیکی را حتی لهجهشان را گم نکردن همون لهجه ای که چگونه مردم کوهستانی مسجد گپ میزنن اینا همین گونه لهجهشان خطی گپ میزنن خطا نکنم نفرانی که هستند که در اینجا حتی تاجیکستان ندیده است حتی دیار هم ندیده است زادگاه باباهاشون اما هم تاجیکی تازه گپ میزنن هم لهجه خود دیار گپ میزنن زمین های کشاد مردم اصلا دهخانی میکنن مردم دهخان اول زمستان است حالا سبزی ده از اینجا رو ببین سبزی ده زمستان است نواباد این کلمه تاجیکی است نواباد الو لبای اکان همینجا محله ما سر میشه همینجا رو بده از همینجا سر میشود اینجا محله ما سر شد بیام شد نباشه از اینجا خیلی با کم تر نبور کرده ای رو خوب همین دهقانی از ذخیره‌های زمستانی دو طرف انا هشام علیکم السلام ری مکتب ما دور ایده نکی بود ها مکتب بود دورتر رفتن اومدن زمستون رای لای قطیر میرفتیم میومدیم نیت بود همین وقت ساعت اومده سر کردیم این کار بود کنیم گفته واقعا میون بسیم همین همش فقط با کمک خلق هستن هم صح همش همین خلق یا حاکم رایون وعده داد شما حوصله کنید یک سال 2 سال عطر دولت میپوشون میدیم ما امکانیت خودمون ما داشتیم سرش کردیم و حاکم وعده داد که شما مکتب پوشه سپورزال عطر رایون میپوشه میدیم خیلی مصلحت قطعی کار سر کردیم شما کی سر کرده بودید کورا؟ خدا خواست 3 ماه راست شد
سه مونده. چی بود از زمستون سر کردید نپویدید بهار شما؟ خلق بیکاره. تابستون این خلق به قدر خدا همه دیقونی میکند، همه برکت دیقونی هم کار میکند. نیتمون تا وقت کار سرشو بود کردن باز هر کار برون. حساب کتابتون چگونه بود؟ سری خوجگی پول پرت افتاد یا که چگونه؟ حساب کتاب کردیم همین اطرافی 3 میلیارد پول میراد جمع کردیم. 3 میلیارد مون به حسابی کورس 3 میلیون سومون. بعد حساب کتاب کردیم 10 میلیونی جمع کنیم 10,000 تاجیکی میشه. جمع کنیم 200 خوجگی. قریب که $1000 گویم، $1000 سری هر خوجگی. هر خوجگی بعد در اینجا با فرمیرها آیند، هم زمیندارا با اونا یک اطرافی 500-600 میلیون اونا جمع میشه. هم خیلی حساب کتاب کردیم که به ملال امکانیت داریم سرش کردیم. بسیار خوب. خدا در کارتون کشایش کار دهد. یک چیز پرسیدنی بودم چون همه ما رو تمام تاجیکستان تماشا میکند. آیا صاحبکاران هستند؟ آیا میخواهید که کمکتان کنیم؟ شاید نفر صاحبکارا باشد که خیلی بگیم که شاید تیریزاش یا که دراش. اگر ما خودمون امکانیت داریم با یاردم میکنم گفت هیچ وقت نیاش نمیگویم، نه که خودمون امکانیت داشت. راست میگم یک 20 سال پیش مردم یک حرکت کردن میپوشن. این نقشه 20 ساله است. 20 سال نیت کردیم اگر جمع کنیم میپوشیم، همه میپوشیم یک آواز 100% میپوشیم. شد نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم سر کردیم. خدا برکت دادگی همه علمه باید اینجا. باید؟ خدا کمبغل نداره. دلاشون باید گوید. هم دلاشو باید، هم معنوی باید، هم فینانسی باید. کتاب ها و یا درسی از این طرف شما رو تامین میکنه یا چگونه میشه؟ دولت تامین میکنه. تامین میکنه. سالی چند شما همینجا اومدید تا؟ 63 سال. 63. کنم شنم که ما آبادیم آن راهی تو را و برف و باران دادیم خطی زرفشانی چطوری شوخاب راهی نبی ماشین روک بکشاده مایا سر کوچ زری مجنون بدم بر دیده یار دیده امیدم تا صبح نشینم از جگر آه کشم تا آن کی پدیدار شود خورشیدم آیا مردم چگونه خوراک باید میکنه؟ یا خدا خواهد هر هفته آدمی که در روی رزال الله صدقه میکنن یک بره گوسفند آورسادن. آخرون بار از تویستان اوچسکی 3 شودبای یک قشقار آورم 55 کیلو گوشت کرد. هر هفته یک نفر هر هفته یک آدم آورساده. هیچ کی نمیگه تو بیار. بسم الله. همه می ده همه خیلی نون میکنن همه. کار کرده. برفباری در دو حوض رمزستونه هم برفباری هم برنامه کار برافیه.
یون ساعت نیستم یگو ساعت کار نیستم دوی ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تعبیر مولانای روم گویند خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. گویا از همین دنیایی که ما زندگی میکنیم اگر علم بردارن دنیا به تمام دارایش یک چیز مردار و پلید چیزی میشه که انسان از این نفرت میکنه. بودن علمی که دنیا جام میگیرد و رنگ میگیرد و پیش میرود و زیبا میشود و این مسکنی که ما بنیادش قصد کردیم و نیت کردیم و الحمدلله در یک مدت کوتاه قریب که از نیم زیاد کارش تمام شد درگاه علم است، درگاه علم و معرفت است. برای همان خرد و کلان دیار همه خرسندیم، خدا را شکر میگوییم و نور بالای نور گفتگی بارین مثال بالای خرسندیمون با شما مهمان ها از تاجیکستان تشریف قدم کردید و مهمان ما شدید.